وای برو بالا گردیم نه مثلا یک مبالغه کاملا جدی. مثلا شرایط، تاریخ، تمدن، مثلا هر چیزی. دغدغه اصلی تو چی؟ سوال سختیه. دوست دارید یه ذره بحث رو فان کنیم؟ من هی بحث عمیق‌تر کردم. نه تو که میدونی من سرم درد میکنه. سر من درد میکنه واسه سوالا سخت اولا، دوما اینکه احساس میکنم در این مقال نمیگنجه. این سوال میدونی مثلا در موردی که جذابه، مخاطب مثلا براش جذابه، البته ببخشید از دهن شما دارم صحبت میکنم ولی احساس میکنم برای با مخاطب بود. با مخاطب بحث اینه که احساس میکنم که برای مخاطب در حال حاضر مهم نیست این در مورد من. مثلا این سوالایی که میپرسی براش جذابه در مورد مثلا مهران مدیری این سوال‌ها رو پاسخشو بدونه. در مورد مثلا من مثلا چه اهمیتی داره برای اون که اصلا من کیم که حالا دغدغه‌م چیه. ولی من زندگی هنر خیلی کلی بخوام بگم. هنر خیلی کلیشه‌ای و مسخره شاید به نظر میرسه. همون صحبت که به اشکال مختلف همیشه تکرار شده که تنها چیزی که به قولی میشه آخرش آدم بگه که این زندگی ارزش زندگی کردن رو داشت شاید هنر. دلیل اینکه من اینطور فکر میکنم برای اینکه احساس میکنم که به چیز خیلی نزدیکه، به زندگی خیلی نزدیکه. در حقیقت خود زندگیه هنر. خب به چه صورت؟ باز میگم بچه این حرفایی که من میزنم صرفا نظر خودمه، بر اساس تجربه فهمیدم، یعنی اصلا روش حساب چیز نکن، تز دارم نمیدم به قولی، یه فکرامو دارم میگم. زندگی چیه؟ خود عمل زندگی کردن. ما در زندگی چیکار میکنیم؟ ما توی زندگی همه انسان‌ها داریم به سمت کمال، به سمت کامل شدن، کامل بودن، بهتر شدن. نه بهتر، اتفاقا نکتهش اینه من دارم از کمال غیر ممکنه چیز صحبت میکنم، کمال آرمانی، کامل. خب چون بحث کامل و ناقص بحث مفصلی، برای این دوست دارم توی این بحث خیلی جدی میشه. بحث کمال و بحث کامل و ناقص بحث مفصلیه. تعریف کامل چیست؟ این درختی که الان تو میبینی یه درخت رندوم، آیا این کامله؟ اگه آره خب چجوریه که این درخت کامل اون نیست؟ بچه‌ی به هدف اگر نه کامل نیست چطور میتواند کامل باشد؟ نه ببین کامل و کمالگرایی و کمالیابی همه برمیگرده به هدف. مثلا طرف میگه آقا من کمالگرام. نه خب بذار من کمال رو تعریف کنم. بحث من اصلا از این تعریفه میاد. اول باید ما کمال رو بدونیم چیه، بعد ببینیم زندگی چیه، بعد برسیم به هنر. خب کمال که مشخصه دیگه، چیز کامل. چجوری تعریفش کنیم؟ یک تعریفی که به ذهن من میرسه اینه، یعنی آن چیزی که نتوان چیزی به آن اضافه کرد یا کم کرد که آن را بهتر کند. این مداد در صورتی کامله که ما هیچ تغییر در جهت مثبت نتونیم در این ایجاد کنیم، هیچ تغییری نتونیم تو این بدیم که بهترش کنه. یعنی کامله. یعنی کامله دیگه. در نه کم میشه نه زیاد. تازه این تعریف هم با نسبت خودش تعریف میشه ها، با نسبت اون شی. یعنی ما نمیگیم که ما یک کمال مشترک نداریم بگیم آقا این کمال است، خب حالا مثلا این مداد و این کنترل هر دو در اون کمال. نه، کمال مداد بودن چیه، کمال کنترل بودن چیه، اینا با هم فرق داره. یعنی هر چیزی بحث خودشه. اینو سریع خب برو جلو که حالا این تعریف کمال از ذهن من. خب حالا زندگی خود کماله. زندگی ببخشید کمال نیست، زندگی در مسیر کمال رفتن به سوی کماله. مسیری که هرگز به تهش نمیرسیم. اون ته نمیرسیم. یعنی تعریف زندگی خیلی ساده از نگاه من اینه، ما در تمام طول زندگیمون از لحظه تولد تا لحظه مرگ داریم مدام به سمت کامل شدن، به سمت کمال میل میکنیم. میتونیم بی نهایت بار به کمال نزدیک بشیم اما هرگز بهش نمیرسیم. در زندگی، در این حیات این جهانی آمدیم دیدیم شنیدیم نرسیدیم رفتیم. آره بحث اینه، یعنی تمام مسابقه بشر، تمام حیات بشر در این راستاست که بیشتر به این کمال نزدیک بشه. حالا با این تعاریف بگذار هنر هم برای من اینه، هیچ کمالی نداره، نمیدونم همش میدونه اثر هنری در جستجوی کمال است، هی پیش میره اما به اون نمیرسه. چرا؟ خود کمال هم یک مفهوم انتزاعیه دیگه. باز انتزاعی بچا من این سری از اگه توضیح میدم برای اینکه ممکنه سر ندونن. انتزاعی یعنی ذهنی، یعنی چیزی که فیزیکال نیست. تعریف سادهش رو بخوایم بگیم اینه، انتزاعیه دیگه تو ذهن. خود کمال هم ذهنی انتزاعیه، یعنی ما چیز کامل نداریم. ول کنین گلار با بچه، ما چیز کامل نداریم که. خب اینم وای برو بالا گردیم. نه وسط یک چیز مبالغه کاملا جدی. بس اینه که ما
توی این جهان که نداریم، درختی نداریم که نشه هیچ تغییری در اون داد و بهترش کرد. اما ایدهشو داریم. اینجا میشه اون جوان مسئول افلاطون خب که میگه هر شی یک ایده است، اون ایده کماله و اینجا نسخه‌های متفاوتی هست شبیه اون نیست، اون نمیشه. اینم حالا تو هنر هم همین. هنر از کجا شروع میشه؟ از یک ایده. بحث من اینطور فکر میکنم که هنرمند میتونه ایده خودش رو که در ذهنش بوده فقط و کامل است، نه اولش به کمال میتونه بره، براش ممکنه به کمال رسیدن. چرا؟ چون تو فیزیکال نیست. این ایده که تو ذهنش بوده و کم به کمال رسیده رو میاد در جهان واقعی پیادهش کنه. میخواد یک چیزی شبیه اون درست کنه که کامل باشه و هرگز موفق نخواهد شد به نظر من. درست. اما میتونه بی نهایت بار به این نزدیک بشه. با این تعریف من میگم هنر میشه زندگی. خب که باز اینا همه در ذهن منه، حاصل نظرات منه. من یک آدم 31-2 سالم، نه دانای کلم، نه دانش الهی 10 رو دارم. چیزایی که میگم صرفا حاصل مشاهدات و مطالعات و هر چی که هست دیگه، تجربه زیسته من. ببین یه چیزی مثلا من اضافه کنم. تو اول بحث یه چیزی گفتی، اول صحبت گفتی آقا اصلا برای مخاطب مهم نیست که مثلا من کیم که مثلا نظری داشته باشم. خب مثلا مهران مدیری بود شاید بهتر بود. میخوام یه چیزی رو اول بهت بگم. به نظر من هر انسانی خب که حرف جدیدی برای گفتن داره، یعنی حرف غیر از ساختارهای تکراری که همه دارن میگن، میتونه فرد خیلی مهمی باشه و نظر مهمی داشته باشه و اصلا مهم نیست که آقا این اسم داره یا نه، میشناسنش یا نه. اصلا ممکنه این ویدیوی ما رو 50 نفر، 100 نفر، 500 نفر ببینن، نشه میلیونی ببینن، اصلا اهمیتی نداره. ولی از اون 500 نفر فکر می‌کنی ویدیوی ما رو نه در این مرحله میگم مثلا تو آینده اصلا شاید هم تو حتی مثلا ما 5 سال هم ویدیوها رو درست کنیم، شاید تو 5 سال دیگه هم مثلا میلیونی دیده نشه، نه حرفای ما نه اندیشه‌های ما. خب میخوام بگم مثلا شاید 500 نفر دیدن، شاید 750 نفر دیدن، خب و 50 نفر هم اهمیت ندادن، خوبم ندیدن، مهم نیست. شاید اون یه نفری که دید اون حرفی که تو زدی تو ذهنش تغییر ایجاد کرد. پس به نظر من نظرات مهمن، خیلی هم مهمن، نظر تو هم مهمه و اینو نگو که آقا من که آدم مهمی نیستم. حالا نه نظر مهمه، بحث نظر نیست، بحث این که یک چیزهایی جذابیتش مثل همون بحث معرفی که حالا من تو قسمت اول قبلش من امیدوارم صحبت کردیم، گفتم در حد یک کلمه تعریف کنیم از خودمون که کی هستیم. من معینم نویسنده، ایشون مثلا مهدی تحلیلگر. چون الان مخاطب من نمیشناسه، براش چه اهمیتی داره که من نویسنده چی بودم، چیا نوشتم، چیکارا کردم، اینا چه اهمیتی داره؟ این هم همینجوریه. یعنی باید به یک مرحله برسه اون حرفی که میگه، همین مکالمه‌ای که من راجع به هنر داشتیم و دلیلی نداره، یعنی اصلا بحث چیز نیست، مخاطب حق داره سر این، چون دلیلی نداره اون کسی که الان اونجا نشسته که نمیشناسه اصلا من کیم بیاد از من تز دریافت کنه در مورد مثلا هنر. کما که من دارم تز نمیدم، همیشه مثلا نکته همینه، میگم که شناخت بر اساس صحبت‌های آدم ایجاد میشه. تو رو نمیشناسه، حرف میزنی میشناسه، تموم شده رفت. این که این نظر تو مهمه، مخاطب تشخیص میده. مخاطب تشخیص میده که اوکیه یا اوکی نیست، مهم نیست. در هر حال یک در اصل خیلی سخت نیست. حالا تو بخش دوم خیلی این دیدی چیز میشه دوستان، پیش اومده واسه تو یهو مثلا یه بند انگشتتون باد میکنه، رگه اونجوری میشه، الان اونجوری درد میکنه این بخش. حالا یه بخش دیگه خیلی مختصر کوتاه، الان این ویدیو رو فکر کنم تا الان 5 تا حداقل ببین ضبط داره میکنه.